زن میگرفته؟ اوخای مون گیره مردکه هیچ گم نه در کار نیست دنبال مونه اکر بگیره هر شبان خزونه خلای خوشحال نصیب کنه او وقتش گردنک زدی که من نغز میبینم همه کارا میکنم میکردی همه کارا نرسید زرود برای 3000 سومون که دختری مرا در گرمک میشناندی یک خانه خنکی یک خواوردی میگوی مؤلفی سناریو و کارگردان رجبعلی ابرانی. الو نرگس جان سازی بچم تینجی سلامتیات سازه با چه کنسترینات نیست آوازات گیری اولویه چی؟ زن میگرفته؟ اوخای مون گیره مردکه هیچ گم هیچ جای تو کم نمیشه خانه ها که در تینج هر بیگه ها قفای ماشین پر کره اوورساده هر روز در کارتت پول میگذارونه هر روز پول توف کره حساب کرده میشه تو اچی کم بوتی داری هر روز کارود مگزین به مگزین گشتن داماد ما هم نته داماد ما زیق نکن من چی کاری که میکنه دامادی دوست دار ما داماد ما هم نته زن میگیره چی کاری میکنه نمیکنه غم نته از سبا ما ویران نکه دختر همه شرایطت مهیایه من زن میگیره چی کاری میکنه نمیکنه داماد ما غم نته گوش که در خانه تی من حالی میبیم یک گوندم پس مایل خیر دختری سوده زن میگیره من زن گیره یا دنیا پول داره بیفتن گیره آش شوشه پول که داره آش شوشه این خواهر تبین میازنه پوچکنده تیابور بینولی یکش دو نمیشه باری سریمه شدگی خیلی زندگی دمی غلطی دی چیکو میکردی زن میگیره که خود رفتی دیگه چه کاش دخترم خولا جانی ما بار دیگه از روزاتون مبارک باشه خداوند همیشه صحت باشین سلامت باشین تندرست باشین صد سالتون کنه خداوند هر روزتون هم خیلی خرسندی باشه خوشبختی باشه همیشه سویوان سر فرزندتون باشین مولود مبارک باشه رحمت داماد این روز کار نبودین که زاد روز آمدین روزی گپ خورده هستیم اما در یک هفته یک روز یادخی داریم روز یکشنبه یک ساختمان هم کارش همیه بچه را التماس کنم خواهش کنم گفتم که خاله جانی ما شتامان و مقصد روز داره اجازه بتین مقصد همین روز بریم یک تبریکش کنیم خرسندش کنیم در همین روزی خرسندیش دربارش باشیم و همین خاطر اومدم من زنک چه خیلی امروز کار میرفته امروز که زاد روز شما ما شما را تبریک کنی اومده خودتون غم دادین کاراتون هم دیدین در کار نبود چه در کار بود خیلی زحمت دادن خیلی تلفنی هم تبریک میکردین میشد اگه جایی دکی شما این جایی در دکی زاد روز شما چه خیلی بله جایی دکی زاد روز شما دیگه ما چه خیلی ما کارم ای کار داشت شما بهترین برای ما خدا جان 100 سالتان کنه آجا جان سایتون ای بالای سر من کم نکنه خودتون آقا بیه داماد تشکیل وقت کو خواهران مادران و اپاجونکای من یا همه شما در توصیه میتونم که 1.5-2 سال میشه در شرکت کار میکنه یا سال میشه امی اپاجون ما قطعی همکاری داره اپای شمسیه جان دایرکتور شرکت فابلیک امی اپاجون ما یک ماه معاشش یعنی که 18000 تا 15-20000 سومونی است دوستان عزیز امی اپاجون من شما در توصیه میتونم شما را هم خواهران مادران و اپاجونکای من همین خیلی کار یاد میده که شما میتونید در خونه بشینید از خونه نبرین توصیه همون تلفن موبایلتون کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون در خونه نشسته پیش برده هر ماه 3000 سر کرده تا 15000 سومانی پول به دست بیارید مثال دانشجو دخترکا 100% میتونید کار کنین اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما هم 100% میتونید که کار کنین دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست
فقط در واتساپ همی اپاجونی من حاضر اکک عینوم همی دودرک تون رجبالی برونی اپای شمسیه ده سلام علیک منشه اپای ما تمام نوزیکیو کارا نقطه به نقطه شما را یاد میتم میفهمونم نگفتن همونا در شرکت فابلی کار کردن چی خوبیا داره 21 روز پس شما معاش میگیرین غیر معاشی میگرفتگیتون هر ماه توفه میگیرین غیر توفه های میگرفتگیتون وقتی که شما در شرکت 2 ماه 3 ماه کار میکنین دایرکت شرکت میشه در این حالت 20000 تومان از جانب شرکت شما را توفه میکنن این چونین باید چلای تیلای دیگه از جانب انمی اپای شمسیه جان صاحب میشین برای همین حرکت کنین هر ماه هم توفه بگیرین هم معاش بگیرین هم زندگی را تنج کنین ای خونه‌تون نبرین خب هم خونه دا بشینین کار کنین واسه شما زیرکک بنویسین خدا جان 100 ساعت هم کنه جان شایدتون بالای سر کم نکنه خودتون آقا بیا دومات تشکیل وقت کو خیلی بوجا زیاد سلامتی سلام علیکم خوب هستیش ممکنه زیاد سلام چند بار زنگ زدم گفتم یه جا میایم دیگه تلفنات هم جواب نداد سلام ببین خیلی مبارکی السلام فرستادم علیکم رحمت دومات زود جان روزا 100 ساله شوی رحمت بسم الله. دومات جان اینجا نشینه جای شما برای خیلی که میشین نه جا تو نگاه کرده باید چی میشه نغز میشه جا تو نگاه کرده شینه نه بسم الله الرحمن الرحیم خوش آمدن دومات جان خیلی آبادی مکان خوشنودی راههای گذشتگان برکت در میخواد خدای مولا خداوند 100 ساله کنه خوشبخت باشن سربلند باشن برکت دو دنیا رو بینن الله اکبر رحمت دومات جان خوش آمده دومات گیره در دهنتون شیرین کنین گیره کن دومات جان خوش آمده نازده خوش آمده تشکر نیومده راستی گپ من وایده بدم یک دو کار داشتم برآمدم دیگه خانه دا گفتم که وام بزرگی کدنی بدن گفتم شما بزرگی نکدن گیره این راه آمدم گفتم یک مغازه میدرم یکم با توفه یکم چی میگیریم که یکی در فکر میداد من گفتم همین خالای ما بسیار همین بازار دوست داره بسیار همین مغازین دوست داره همراه ما گفتم نه همین چیزی که خودش دلش بخواه همراه بگیره بعد همین یک گپ هست دیگه خوشتومن میگه خوشتومن خوشدامن یعنی دامن خوش برای همین ما خوشبخت‌ترین آدمی که خوشدامن داریم دیگه گفتم همین چیزی که دلش میخواه خودش با خودش خوش خریده دومات جان نه در کار نیست نه رحمت دومات جان نه در کار نیست دومات مونی کار بگیرین حق حلال خودتون خدای خوشحال نصیب کنه یعنی با کربو در پیشه بی پروا در کار نبود دومات با میشه اولی رحمت دیگه چی خیلی شما اما تو این سوز منو خوب چی خیلی ماینه اما سوز یک کان تبزه خیلی دخترم یا چای دم کرده بیو نگاه کردن از شین یزنت اومده چای گرم دم کرده بیو مهمونیت گذشت و فیخت راستی که برکه خلا این خدمتی که شما در حیاتی ما کردین بسیار خدمتی کرانه یه فراموش نشونده همه خیلی که دخترت احترام میگنه همه که دخترت باور کن روی دست میگردم همه گم در می هر یک همی دعا کردن من در خیلی دعا کنم زنگ زدستم با اجازت شما بعد ببخشید گیره دومات جان مال همه جایم کو به پیستا گیره دومات جان گیره دومات جان هر روز زنگ میزنم میگم که شوهر تا گفته هاش اجرا کو ای گپی شد بیرون نبرو خدمتا که شوهر تا کو چین دخترم چای گرم از ندکش این همی دم به دم زنگ میزنم و نصیحت میکنم که ای خیلی شوهر نمیوی فقط حرمت و احترام شوهر تا کو سلامت باشه خلاص برکه و رحمت به پدر و مادرت که تو باری بچه تربیت کرد از ندته چای گرم تا گیره دومات همین رجبالی هم میگم دومات رجبالی شو خدایا ای همی دخترم حیف شده همی با چی به نه یک کار نه یک پول نه یک بار اول لباساش ببین آخه همی نه چی و زود روز بیاییش چی آخه آدم که زود روز اومد یک توفه حق در دستش میگیره یا دستید که حقش میگیره دو دست در پوچه که بینی اومده همین هم زود روز بیایی شد چی نه آورده نه خود زود روز آدم دو دست در پوچه که بینی بیا خیلی آدم زود روزار امید میکشه یا چی اوکی دو دست در پوچه که بینی اومده اوکی او شیطانی ما اینه شیطان رجبالی نه دومات در کار نیست نه دومات نگوی خیلی دومات با جای من پس نزد من راستی
اون نفهمیدم این گپ جان مناسب کنم خیلی دوموچ ماشینه ما یا بینم که یا خروب پروکا تیار باز کنم باز خوش آمده دومود یا بوری خرسان شدم اومده دومود رحمت به پدر و مادرتون مایل گیره دوموچ مو قند پن خوردن گیره این نیستن چی نمیبردارن الو الو دخترم در کجای در تنم یکشو یک ساعت در تق تق دارم من کجا رفتی؟ آه ایشوی به بندی میانی تو ایشوی به پلی تو ایشوی به کاری تو یعنی میخواد در به در کوه به کوه یالا به یالا میگیرم میگردن فهمیدی؟ آخه در همی خونه که تو کجا خونه زمینی میری؟ آخه خونه تیاری سکسی هم مونده این پلیشوی تو هیچ وقت نمیرسه ادرسات در واتساپی من پرتو مایلا اینا آخی من میگم من میگن که اینا خونه تیاره مونده خسته یک حوالی کجا برده باشه او دختری مرا خورزور کرد کو بیاید تو هی بوجه غم دو اینجا پمون انا که رجب جون این اینجا خونه که شما دامجا آزاد زندگی میکنید چخیل بهتره این یگون که زندگی میکرد ما هم کوپاچه پیش که ما همه چی داشته اینجا تمام شرط شرایطش همه چیزش هسته اونجا هموم آشخانه کوخنی همه چیزش بگیم که جون جای فقط همین زندگی کردن در کار آرام تیز دیگه راحت کنین دیگه هم سیگه ایشمایش که هیچ طلب نداره در مسئله همون مبلغ ماهانش که ایره ما حل کردیم ایره من میتونیم باور کرد که همون جای اوجا بدگی ما خوب بوده هم شهرنامه رای باز کرد این هم 3,500 میدونیم 4,000 کرد 4,000 این زمینستان شده که بخشیش پیش کرد 5,000 کرد دیگه او خیلی نه رسید رو چکو کنم کرد نه برای همین ما چکو کردیم نه من شهرنامه کردم تا سالی آینده را مبلغش یک نمود سپریده میشه مبلغ معین این مبلغش شما دانستن تو در کارم نیست اینا که تا سال آینده رو ما حل کردیم دیگه در زمستون شما را هیچ کس پیش نمیکنه سلامت باشین که زنده باشین انا می چی میگن در خیمم دعا کنین این طرفش همش جو چه خداوند در کسب کارتون برو کرد برکتون خداوند زیاد کنه هزار رحمت کلام رحمت کلان یزدان جان رحمت این خدمت های کردن فراموش نمیکنه وای 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 ایچ خیلی جو بود ایچ خیلی خونه بود این دختری مرا کجا برد کجا باشن اینو که نمیفهمن دروش محکمه خیلی گنم تری السلام علیکم یک کو بیایم نیست نغزی دخترم سوزی رحمت چجان بیا نغزی داماد سوزی تینجا نغزی داماد جان تینجا سلامتی سوزی ایجا باری بولو جوی خیلی چکنه دیگه سوزین نغز داماد جان شین داماد جان آوردیم اینا جوش کردیم با فکریم جو معقول نه دیگه این طرف شکل زندگی کنن همه شرط شرایط دوره یکم مشکلی نیست بخواه میبینیم داماد داماد
چی وعده دادگی بودی وقتش؟ ما دختر شما نغز میبینم، ما تمام شرایط براش میکنم. همین شرایطی کردگید. دختری بیچاره ما دشت به دشت، تپه به تپه، یولا به یولا میگیری میگردی. اما خونه گرمک نغز نبود. خیلی خدا چکو کنیم دیگه ایلوج نبود خدا. ایجاره میشتیم 3000 سومون بود، 3000 از 3,500 کرد. عاقبت 5000 کرد. این زمستون شده میدونه که دیگه ایلوج نداریم. و 5000 بفورد مقصد زندگی که نفورد چهار طرف قبله چکو کنیم خدا دیگه. زور نرسید. مردکی کار کو. میان تسخ بند کار کو. فهمیدی؟ زور نرسید برای دادن پول کوارتیره. کار میکردی مردکی و وقتش گردنک زدی که من نغز میبینم همه کارا میکنم. میکردی همه کارا. نرسید زورت برای 3000 سومون که دختری مرا در گرمک میشناندی یک خانه خنکی یک خواردی میگوی در جا که مرده ها زندگی میکنه. هیچ کنه میکنه اوچه جامعه محقور شد. 3000 دادم نمیتونی؟ تو رنگ روی دختری مرا بی؟ من مادر من میسوزم، تو نمیسوزی. رنگ روش زب زردک شده. بیچاره دائما کوچی براش در سر کیفتش کشان، ایسون میره اوسون میره. ای به شرم نمیدونی؟ خدا جون همش ناز میشه شده ما می نداریم. خدا خودم یک خانه بیریم همش 100% میشه. خدا بیکار نیستم که کار کرده ایستم. خیلی شما خود ناز میدونی که من ساختمون در کار میکنم. خیلی قدر زور رسیدیستم. خلا گوش کنیم. خیلی همش نصیب و تقدیره. ما هم دعوتش کم بقید بیم تا داماد شما شدن. نه که این روز خیلی خداوند با ما را داد. هیچی گپ نداره. با ایل اوه که خدا دادگی ما دیومیتی. داماد جان تقدیر هسته، تقدیر جنبال هسته. همین را پشتیشان نگیر. این صاحبی هیچی نمیشه. صدقه خوبی شوه. فهمیدی؟ این صدقه خوبی شوه. صد حیفی که من همین دختر ما برو آوردم در همین مردک گفته باور کردم و دادم. صد حیف. این صاحبی هیچی نمیشه. این همین کوچو بارش در سر کیفتش میگرده کوارتیر به کوارتیر. ای بیا. چی کارشو بکنی؟ لبه الشیر یه بچه های ساعتی 8 کرده می رفتیم با ساعتی 5-6 کردن. آخی در زمستونی خنک میگه نفورتون مقصد کار نکنی نه؟ اقلا ساعتی 7 می بود. شیچ اگر نه سهر ساعتی 5 می برم مایش می ساختمون بوار که دل ما گرفته با ساعتی 5-6 کار ببین میگم. چو کردی مرده؟ خودتون بیارم؟ نمیزنم جون بیار خیلی بحث و اشتیا بخیر من ندارم اشتیا. چیکار کردی؟ چی با اشتیا نداری؟ چیکار کردی؟ چند روز شد یگان چیز حلال نمیخوری خونه ده؟ آخی بحث بده اگه سمید گپه و چه دل من گرفت. دایم همین زندگی من تو در دخالت میکنه. دایم همین سخنهای پست بلند میزنه. آخی مهنت کردیستیم، حرکت کردیستیم و تمامی هستی. نخواهم هم خیلی گپ زنی. میگه تو مردک نیستی، تو ناموس نداری، میگه تو وجدان نداری. آخی دیده سعی که زنم جون من با تمامی هستیم کوشش کردیستم، مهنت کردیستم. خیلی که در ساختمون همه قبول میام. من 20,000 سومون 30,000 سومون نمیام زنم. من 5-6 هزار میام که همه هیل از زندگیمون پیش میبریم. کوشش کردیستم زنم. اهمیت نده. میگذره ای روزا. بچه من خیلی خراکتر داره. این اپم روز خوب داره. یزنم تمومی چی را مهیا میکنه شد. نکی در یک هفته یک بار خونه میآید. خیال میکنی همون خوشبخته. میدونن مردک جان این زر و زیور تنگه و طلا پول و مال همه زن اخرسان میکنن. یکی یگانه چیزی که زن خوشبخت میکنه این مهره، محبته، دوستاریه. من شکرانه خدا جان میکنم که همه چیز را تو مدد دادی. مردک جان من خوشبختترین زن دنیایم که شما برین شوهری مهربان، غمخوار، دلسوز دارم. خدا جان احسایتونه بالای سر ما کم نکنه. مؤلفی سенاریا و کارگردان راجابالی ибронӣ.